جبرائیل علیه السلام در ماه رمضان هر شب نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد. سوم کاری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیشتر در رمضان میکردند، یکی از آمادگی های مهم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای رمضان زیاد کردن تلاوت قرآن بود. جبرائیل امین علیه السلام در ماه رمضان هر شب نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و با ایشان قرآن را می آموخت. این عمل نشان می دهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها خود در تلاوت قرآن کوشش می کردند، بلکه سنت مراجعت قرآن را در رمضان نیز اساس می گذاشتند. چهارم چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهمیت می دادند، هوسمند کردن مردم به صدقه و کمک به نیازمندان بود. در روایت ها آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آستانه رمضان به انفاق و صدقه دقت خاصه می دادند. ابن عباس خداوند از او شاد باشد می گوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین مردم بودند و در رمضان وقتی که جبرائیل با ایشان ملاقات میکرد از همه سخاوتمندتر میشدند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آستانه رمضان اصحابشان را از آمدن این ماه با خبر میکردند و آنها را به درک فضیلت‌های آن تشویق می‌نمودند. ایشان فرمودند ماه رمضان به سوی شما آمد، ماه مبارکی که خداوند روزه آن را بر شما واجب گردانیده است. در آن درهای بهشت گشاده، درهای دوزخ بسته و شیطانها در زنجیر انداخته می شوند. ششم عملی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر آن اهمیت می دادند برنامه‌ریزی برای عبادت و شب زنده‌داری بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب‌های آخر شعبان برای نماز شب و شب زنده‌داری استفاده می‌کردند تا برای شب‌های قدر در رمضان بیشتر آماده باشند. رمضانتان مبارک. خداوند تمام ما و شما را بر این ماه مبارک برساند.